درود، خوش اومدید به کانال MCM، کانال خودتون. تو این ویدیو قراره اخبار سیزن 3 و سیزن جدید کال اف دیوتی موبایل رو بهتون بگم. اینم بگم این اخبار کاملا رسمیه و احتمال نیامدنشون صفره. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. درود دوستان، خوش اومدید به کانال MCM کاد. همونطور که گفتم قراره اخبار سیزن 3 کال اف دیوتی موبایل رو بذارم. این سیزن خیلی قراره سیزن باحالی باشه، ولی نه مثل سیزن قبلی که داشتیم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. اگر از اینجور سبک ویدیو خبری یا اخباری خوشتون اومد حتما بهم بگید. دوستان، اولین چیزی که قراره به بازی اضافه بشه لول 400. بله، من خودم ورژن پابلیک تست بازی رو دانلود کردم، نصب کردم، دیدم بله به غیر از ورژن چینی داخل ورژن پابلیک تست هم اومده. هر سری هم چیزی داخل پابلیک تست میاد داخل ورژن گلوبال، گارنا، ویتنام اینا همشون میاد. و احتمال نیامدن لول 400 صفره. اینکه لولتون قرار آپگرید کنید خیلی سخته بهتون میگم، چون 50 لولش به دلیل اینکه ایکس پیش بالاتر از مثلا لول 5 قبلناه خیلی سخته و انگاری قرار شما 200 تا لول آپگرید کنید. حالا لول 400 که قراره بیاد، هیچ قراره تو این سیزن 4 تا گان جدید داشته باشیم. منظورم گان لجند و متیکه، اونجوری نه. گان متیک دوستان قراره LW3 تندرا باشه و قرار فکر کنم کلیفکتش خیلی خفن بود، من دیده بودم. گان دوم قرار PDV 57 باشه. اونم قبلا PDV 50 اینو واسهش اومده بود، تانکی بود. وقتی مثلا یکی رو میکشتی بغلش 3 تا تانک مینی تانک بود. دومین گان اودنه. اودن از اونجایی که به غیر از ورژن متیکش فکر کنم یه لجند دیگه هم داره و خب اگه بازم لجند واسش بیاد اشکال نداره. خب هر پول تو جیب اکتیویژن رفته دیگه، هر کی بخواد فولش کنه. کیلو 141. حالا کیلو 141 چرا؟ چون هم کیلو افکتش خوشگله، هم آیرون سایلش احتمالا قراره قشنگ باشه. آیرون سایل برای کسی که نمیدونن، همین وقتی اسکوپ میگیری دیدی سیریگانا متیکا خودشون رد داتس دارن، این هم مثلا مثل اونه. یا مثلا یکی از امفورا مثل این هم خودش رد دات داره ولی اپیکه. این هم احتمالا رد دات داشته باشه که خیلی گانا قشنگیه. و این از اخبار کامل گانای متیک و لول 400. چرا میگم لول 3 یه چیز شک کننده ای نیست. لول 3 فایلش داخل بازی پیدا شده. حالا ورژن گلوبال پیدا شده، ورژن چین هم پیدا شده، داخل ورژن گارنا و ویتنام پیدا نشده. همچنین کره. همچنین قراره اون کسایی که قبلا یا الان میخوان گرنای قدیمی رو فول کنن، اون گرنای قدیمی متیک، گانای متیک، اون وقتی شما میخوای آپگریدش کنید با کارتای متیک، صفحش دیگه عوض شده دیگه، مثل قبلا نیست. یه چند تا گزینه داره، اون این طرف صفحه است، اینجای صفحه است. بعد اون چیزایی که دریافت میکنید اینجا صفحه است، پایین صفحه، اینجا سمت چپ، اینجا هم پایین. بله دوستان، کل خبرهایی بود که من تونستم از توییتر و ورژن‌های گارنا اینا پیدا کنم. دوستان خیلی ممنون میشم سابسکرایب کنید. سابسکرایب هم نکردید فدا سرتون، لایک کنید. لایک هم نکردید فدا سرتون. همین که ویدیو رو دیدید خیلی خوشحال شدم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. امیدوارم حالتون همیشه خوب باشه. خیلی ممنون که تا اینجا بودید. بازم دارم میگم تا ویدیوی بعدی، بدرود.